درود دوستان، با ادامه مطالب آمادگی آزمون زبان تخصصی پزشکی آلمانی فاخشپراخه پرویفون در خدمت شما هستم. امروز در مورد ساختار این آزمون صحبت میکنیم. Aufbau der Fachsprache Prüfung. Fachsprache Prüfung 60 دقیقه کل مدت زمان هست. از 3 قسمت تشکیل شده، 3 قسمت اصلی و چند قسمت فرعی. قسمت صفر در واقع قسمتی که جزء امتحان محاسبه نمیشه ولی میتونه تأثیرگذار باشه، قسمت معرفی خودتونه. Selbstvorstellung gegenüber der Prüfungskommission. در مقابل پروفیسیون خودتون رو معرفی میکنید، در عرض 1 تا 2 دقیقه در مورد خودتون صحبت میکنید. مطالبی که صحبت میکنید اینا هستش: نام خانوادگیتون رو میگید، چه زمانی فارغ التحصیل شدید، از کدوم کشور اومدید، کدوم دانشگاه فارغ التحصیل شدید، چند وقت زبان آلمانی میخونید و پلنتون چی است. مثلا شما میخواید در ادامه این مدیسین رو یا شیروگی رو ادامه بدید، این رو خواهید گفت. خیلی تاثیرگذاره روی اون افراد که برها زمان عمومی شما رو یه ارزیابی کوچیکی با این خواهند کرد که در مورد همین قسمت با هم بحث خواهیم کرد و ویدیو خواهیم ساخت که چجوری به نحو مطلوب و خوب خلاصه خودمون رو معرفی بکنیم. قسمت اول همون شرحال هست: آرت پاتینت گشپخش oder آنامنزه گشپخش oder فورگشیشته، یا شرحال که 20 دقیقه طول میکشه. مثل همون ساختار شرحال خودمون از بیمار شرحال میگیرید. اینجا برخلاف اون شرحال خودمون یه مقدار نظامی یافته تر و ساختار یافته تر هست. قسمت به قسمت با هم دیگه بحث خواهیم کرد و ویدیوهای بسیار جذاب و ارزشمندی رو که حاصل ساعتهای بسیار متمادی تلاش و کار زیاد هست خدمتتون ارائه خواهم داد. در قسمت دوم اینم 20 دقیقه طول خواهد کشید. قسمت دوم دوکومنتاسیون هست. شما هر آنچه که به دست میارید، هر آنچه که از شرحال بفوندن هاتون هست، یافته هاتون هست، اون رو فرفاسن میکنید، خلاصه میکنید. اسم مریض رو مینویسید، سن مریض رو مینویسید و همه اینها رو، شرحالش اکتوئل بشفردن رو مینویسید، داروهاش رو، همه رو اینجا خواهید نوشت و در واقع یک نامه کوتاهی راجع به این بیمار که معمولا 1 برگ A4 هست و شامل پس خصوصیات دموگرافیک، خصوصیات مریض، اکتوئل بشفرده، توضیح در مورد اکتوئل بشفرده، فرداخت دیاگنوزه، اون تشخیص اصلیتون، دیفرنسیال دیاگنوزه، دیاگنوستیک، کارهایی که انجام خواهید داد و در واقع اقدامات به هندلونگ هاتون و درمانهایی که انجام خواهید داد. در این قسمت در موردش بحث خواهید کرد. اینم 20 دقیقه طول میکشه. این 2 تا 20 دقیقه. 20 دقیقه سوم که میمونه آرتس گشپخش هست. صحبت شما به آرتس. شما چیکار میکنید؟ بیمارتون رو به شف آرتستون یا اوبا آرتستون یا اوبا آرتسینتون معرفی خواهید کرد و توضیح خواهید داد که بیمارتون اینه، با این خصوصیات اومده، اینجا خودتون باید توضیح بدید. اونجا خلاصه کردید، نوشتید، اینجا به شفاهی به پزشکتون توضیح. ایشون هم ممکنه سوالاتی ازتون بپرسه، مثلا بپرسه خب تشخیص افتراقیات چیه؟ اگه این تشخیص افتراقی دلایل چیه؟ چرا این تشخیص افتراقی ها رو داری؟ چه چیزایی بر این تشخیص افتراقی دلالت میکنه و دیفرنسیال دیاگنوزیس هاتون چیه؟ همه رو به سوالاتش پس پاسخ خواهید داد. شما میگید من برای این که این کار انجام بشه، در واقع تشخیصمون تایید بکنم، نیاز به رنتگن بیلد دارم، نیاز به سونوگرافی دارم. پزشک اوبارستون ازتون میخواد به زبان عامیانه برای بیمارتون بگید اولتراشال و یا سونوگرافی چیه. به زبان عامیانه کورتز آفکلرونگ، پاتینتین آفکلرونگ باید بکنی که یک قسمت مهم است. باز هم در مورد این ویدیوهای متعددی رو برای شما عزیزان آماده خواهم کرد. و در پایان این بحث آرتس گشپخش 10 تا فاخ بگریفه رو ازتون میپرسه، 10 تا فاخ بگریفه رو که شما باید به زبان عامیانه اون رو ترجمه بکنید و معنی زبان عامیانش رو بفرمایید که همین الان ما این فاخ بگریفه ها رو ادامه خواهیم داد. این قسمت هم 20 دقیقه، کل زمان آزمون 60 دقیقه هست. بریم سراغ فاخ بگریفه های مهمی که برای شما عزیزان آماده کردم.
یکی از فاخبگریف ها کاشکسی هست، خودمون کاشکسی میگیم. زمان آلمانی کاککسیا. ترجمه اومگانگ اشپخاخش آبماگرونگ هست. آبماگرونگ. خب که در واقع تعریف آبماگرونگ کارپاگویشت رو خیلی شدید از دست میره. خب یک فاخبگریفه مهم کارسینوژن ها هستن که کارسینوژن ها رو به چی تعریف میکنیم؟ کارسینوگن. فاخبگریفه هست. زمان عامیانش چی هست؟ کربس ارتسویگند. خب تروملفل. پرده گوش. سه تا عبارت شبیه این رو داریم. باغفل همون معنی پریتونیوم رو میده، پرده سفاق رو میده، و بروستفل یا معنی پلف، به معنی پلفر. این سه تا رو یه جا با هم دیگه یاد بگیرید. پرده گوش، پرده سفاق و پلفر. براتون آرزوی تندرستی دارم. سعی میکنم ویدیوهای بعدی رو بهتر و مناسبتر خدمتتون آماده کنم.